در مورد این حزب دموکرات کردستان تا به حال عضو کنگره نشده واسه ما توضیح بدهید. بسیار ممنونم. من عرض خدمتتون یه سابقه طولانی با حزب دموکرات کردستان دارم. زنده یاد ایرج اسکندری، این رو اون مرحوم که با زنده یاد قاسم رو کشته شد آذر، ایشون واسطه ما شدن با آقای عبدالله زادری آذر، بله، که من ایرج اسکندری خونه من بود. من هیچ وقت توی نبودم به خاطر تصحیح کتابش و ازش خواستم که زنده یاد قاسملو زنگ زد خونه ما، تلفن رو داده بودن که بیاد. من گفتم که آقای اسکندری یا به دفترشون برید، اسکندری خیلی به کافه های پاریس علاقه‌مند بود، یا اجازه بدید خونه منم خونه نیستم تشریف بیارم. وقتی هم که روزی که معین بود گفتم اجازه بده من 20 دقیقه پذیرایی اولیه رو بکنم. از اون موقع من آشنایی داشتم با زنده یاد قاسملو. بعد وقتی کاک حسن زاده دبیر اول حزب بودم، من رفتم در خدمتشون، باشون مذاکره کردم برای همدلی آذربایجانی ها با کردها در مسئله آذربایجان غربی و مناطق دیگه. این تقریبا دومین سالی بود که کاک حسن زاده دبیر اول حزب بود، سال اون موقع در همون دفتر پاریس. بعد عرض خدمتتون یه بارم که مراسم ترور شرفکندی بود در همون قبرستان پرلاشز پاریس، باز من اونجا بودم. مراسمی که روزی که شما برگزار کرده بودید، من تمام سعیم اونجا خواستم صحبت کنم. گفتم که من سر یه مسئله صحبت میکنم، به این دلیلم عذر میخوام که آخرشو با اون جمله خوب ختم کردم. من همدلی شما دوستان عزیز رو میخوام. البته من نزدیکیم با کاک حسن زاده، آشنایی بیشتر بود تا آقای کاک هجری، ولی واقعیت اینه که خب اونها اعضا کنگره اینجا حضور دارن و ما به اصطلاح قدمشون رو چشمه. آرزوی من اینه که این اتحاد این دو جناح حتما تحقق پذیره، زیرا اختلاف سیاسی باعث رشد یک جریانه. این رو نبایستی به مرحله‌ای کشون که باعث تضعیف یک جریان بشه، زیرا اصلا به اصطلاح طاقت تحمل منطق مخالف یعنی دموکرات شدن. یک جمله‌ای هم من بگم که این تاریخی، خانمی هست در فرانسه وزیر ژیسکار دستن بوده به نام سیمون وی. وقتی که فرانسوا میتران یاسر عرفات رو دعوت کرد، رفتم با این خانم که یهودی بودن، خودشون هم در بازداشتگاه هیتلری بودن، مصاحبه کردن. گفتن نظرت چیه؟ گفت خب دولت اسرائیل باید با یاسر عرفات وارد مذاکره بشه. گفتن آخ مخالفه. گفت خب آدم با مخالفش مذاکره میکنه و با کی مذاکره میکنه؟ توجه میفرمایید؟ اینه که من فکر میکنم همین مسئله، من واقعا به عنوان کسی که هم ترک‌های آذربایجانی به من این لقب رو دادن، هم در میان کردها شنیدم که بهترین دوست آذربایجانی به اصطلاح کردها. من از این محبت عزیزان این خواهش دارم که به عنوان الان مسئول کنگره، سخنگوی کنگره استدعا کنم هرچی هم از دست من بر بیاد مذاکره نخواهم کرد، در گفتگو با هر دو طرف و به قول معروف نشستن عزیزان که دیگه اونو خودشون تموم میکنن. من آرزوم اینه، یعنی کردستان قلب ارگانیزه مبارزه با استبداد و استقرار فدرالیسم. به این دلیل من و همسایه من همیشه اینو برای تلویزیون های آذربایجانی هم گفتم و تکرار میکنم که انسان نمیتونه پدر و مادرش و ملت ها نمیتونن همسایگانشون رو انتخاب کنن. بفرمایید. شما کنگره ملت های ایران فدرال برنامه‌ای هم دارید برای اینکه این دو جناح حزب دموکرات رو به هم نزدیک‌تر کنید؟ والا من یک ایمیلی یک بار فرستادم، این البته شامل این مسئله نمیشه. اون این بود که ما در کنگره یک
قراردادهای این ملیت‌ها با هم ببندن که هر نوع اختلافی داشته باشیم با صلح با هم کنار خواهیم. یه چنین چیز رو من از کنگره خواستم، توجه می‌فرمایید. و به طبیعت این شامل به اصطلاح اعضای مختلف درون ملت‌های هم هست و درست به این دلیل هم هست که من از کاک حسن‌زاده و همینطور از کاک هجری که حتما صحبت منو خواهند شنید، اگرم تیشک برم حتما اونجا هم اینو تکرار خواهم کرد و استدعا بکنم که این به نفع حرکت عمومی ملت‌های ایران برای استقلال فدرالیسم و به نفع ملت کرده که همسایه عزیزم. ممنون آقای اشرافی و من صحبت‌های شما را به کردی ترجمه خواهم کرد و یک گفتم برای شما می‌فرستم. من ممنون میشم از لطفتون.